ببین ترانه خلیج فارس بود که برخی اون رو بهترین کارت توصیف کردن. از جمله دوستی به نام مهستان در فیسبوک نوشته است که این روزها که از هر سو میراث ملی ما مورد دستبرد قرار گرفته آوایی دل آرامتر از خلیج همیشه فارس نیست. میشه قدری از سابقه این ترانه صحبت بکنی؟ چطور شد که خوندیش این ترانه رو و چطوری که الان دیگه در کنسرت ها اجراش نمی کنی، به خصوص وقتی به امارات متحده عربی سفر میکنی؟ تنها جایی که اجرا نمی کنم این آهنگ امارات متحده عربی است و متاسفم که مورد خشم خیلی که چه عرض کنم تعدادی از دوستان میشه. من این آهنگ واقعا زمانی که بی نهایت دلتنگ بودم برای ایران حدود 23-24 سال پیش این آهنگ رو در پاریس، شهر زیبای پاریس اجرا کردم. شعر آقای عادل حسنی و آهنگساز خوبمون الان یهو از مغزم اسم این دوست عزیز پرید. این رو من برای دلتنگیم خوندم و به قول معروف میگن که اومدیم یه کاری بکنیم که قاتل نونمون بشه تقریبا قاتل جونمون شد و واقعا اجار یک رقم حرف راجع به این آهنگ زده شد که چرا ابی در دبی این آهنگ رو اجرا نمیکنه. خیلی به نظر من این ایشویی که بین ایران و امارات هست یک ایشو سیاسی است و اسم اینا میخوان اسم خلیج عربی بکنن که اسم خلیج فارس از فکر میکنم صدها سال چندین قرن این اسم روی خلیج فارس بوده و تو آخرش هم خواهد بود. دلیل اینکه اجرا نمی کنم در دبی برای اینکه من برای وصل کردن آمدم. قرار نیست که من بیام در اونجا بخوام این آهنگ رو اجرا بکنم. به طب دولت امارات هم بخواد یا به من آزاری برسونه یا اذیت و کاری بکنه. من مهمان به عنوان مهمان میرم که هموطنانم رو در دبی ببینم. همین برای من کافی است و اونها هم این احترام رو برای من قائل هستن. با اینکه واقعا سیدی خلیج فارس به اسم خلیج فارس در تمام سیدی فروش های دبی به فروش میره ولی من واقعا نمیدونم چرا این قضیه اینقدر برای بعضی از دوستان بغرنجه. برای اینکه شما وارد یک خونه میشی میبینی همه کفشاشون رو در میارن میان تو، شما هم کفش در میاری تو. من هیچ نوع دلم نمیخواد سوء استفاده از این دعوا یا مرافعی که هست واقعا سوء استفاده بکنم، ولی بعضی از دوستان ما یادشون نره که ما صاحب 50% دریای خزر بودیم، الان صاحب 11% هستیم. بعضی از دوستان من نمیدونم چرا انقدر این مسئله خلیج که البته بسیار مهم هست انقدر داغ شده، ولی هیچ کس به فکر این نیست که چرا دریای خزر از 50% در زمان آقای خرازی تبدیل شد به 11%. چیزی به خصوصی نداره. این آهنگو من عاشقانه خوندم، دلم برای وطنم تنگ شده بود، برای اینکه راجع به خلیج فارس صحبت نمی‌کنه، راجع به همه جای ایران داره در واقع این ترانه صحبت می‌کنه. بله بسیار خوب. نمیدونم بفرم ادامه بدیم. به هر حال نمیدونم توضیحاتم کافی بود یا نبود. من دلم نمیخواد که دیدار هموطنانم رو در دبی که نزدیکترین جاست به ایران از دست بدم به خاطر آهنگی که در اونجا قراره بخونم و
نمیخونم. بله. وگرنه همه جا من خلیج فارس رو میخونم. همیشه جزو آهنگایی است که اجرا میکنم. بله. علیرضا از یزد در قسمت دیگر از همون ایمیل خودش نوشته خواهش میکنم به جای دبی کنسرت هاتون رو در تاجیکستان برگزار نمایید. امارات نسبت به خاک ایران چشم داشت داره و پر کردن جیب این عرب ها کار درستی نیست. در تاجیکستان هم مردم زبان شما رو بلدند و هم به شما عشق می‌ورزند. با کمال میل حتما پیشنهادی اگر بشه برای تاجیکستان حتما. اتفاقا راهی ارمنستان هستم در ماه جولای. به طبع اگر که در کشورهای همسایه جایی دیگر باشه 100% که بتونم من واقعا خودم رو نزدیکتر به وطنم احساس بکنم ترجیح میدم اونجا کنسرت بذارم تا در دبی. بله. دوستی میگوید تشکر میکنم از اینکه بهترین خواننده ما ایرانی ها رو دعوت کردین. میخواستم از ابی عزیزم در مورد مقام هایی که به ایشون در فستیوال های مختلف صدا که ایشون شرکت کردن بپرسین و به ایشون بگین عرفان از شیراز عاشقانه شما رو دوست داره و اگر میشه همین الان واسم دست بلند کنه. همین الان چیکار بکنم؟ دستتون رو بلند کنید که یعنی خب قربون شکل ماه تمام دوستان خوب شیرازی، کاکوهای شیرازی. بله. اجازه بدید که 2 تا تلفن رو هم بگیریم ابی جان. به دانمارک می‌رویم. هوشنگ در دانمارک روی خط. سلام، لطفاً مفید و مختصر بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما ابی جان. جانم فدای تو بشم. خدا نکنه. هان از دانمارک. بفرمایید. سوال یا نظری داریم بفرمایید. بله خواهش میکنم. ابی جان من هوشنگم. هوشنگ تو منجلاب مونده دانمارک. ای عزیزم شما چرا کم لطفی میکنین؟ ما قدیمی ها رو پیشکسوت ها رو اصلا اسمی نمیاری. اینجام اشتباه کردی. من تو رو با از مشهد آشنا شدیم داری میخندی. از مشهد برداشتم آوردم کوچینی. تو اصلا اسمی شماها که تو امریکا هستین همه قدیمی ها رو فراموش میکنی. عکس منو داری نشون میدی ولی اصلا اون خاطراتی که با هم داشتیم و من چگونه تو رو برداشتم با جمهور و امیر آوردم تو کوچینی. یه محبت نمیکنین. ما آخرم میمیریم اینا تمام میمونه دق میکنیم. اینا همه به گور میبریم این آرزوها رو. ابی جان قربونتون برم. هوشنگ جان خدای بزرگ شاید الان حضور ذهن ندارم ولی یعنی صحبت که داریم میکنیم مال اقلا 30 سال 35 سال پیشه. اجازه بدید دوست عزیز میشه نام فامیلتون هم بگین؟ شاید ابی جان به یاد بیارن نام. خب متاسفانه قطع شد ابی. ولی به هر حال هوشنگ جان من فکر میکنم که من بارها اومدم دانمارک برنامه داشتم. فکر میکنم که هوشنگ جان آنچنان به ما لطف نداشته که بیاد در برنامه حالا اقل از نزدیک هم دیگه رو ببینیم. ولی امیدوارم هوشنگ جان در فرصت نزدیکی که برای برنامه میام تو کوپنهاگ از دیدارت منو محروم نکنیم.